بیا جلو بگید خوش اومدید به اولین ولاگ من قشنگ با انرژی. بس چی؟ ولاگ نمیشه که. چرا؟ اولین توی من اولین ویدیو یوتیوب. اولین ویدیو یوتیوب. اولین یوتیوب. 2 hours later. خوش اومدیم به اولین ویدیو. چرا چپ نشون میده؟ من اونو درستش میکنم. خوش اومدیم به اولین ویدیو یوتیوب من سردام، مامان 2 بچه، در واقع مامان 2 تینیجر. اوکی. احتمالا ویدیوهای من رو توی اینستاگرام دیدین، ولی از اونجایی که دوست داشتیم من فعالیتم رو تو یوتیوبم شروع کردم. من یکی از اون 2 تینیجرام که مامانم میگه و بریم چند تا از سوالایی که شما از مامانم پرسیده بودین رو جواب بدیم. چی پرسیدن؟ بپرس. بچه‌ها پرسیدن که چند سالته؟ چند میخوره؟ چندش 36 سالمه. یکی از سوالا اینه که پرسیدن اهل کجایی؟ من ترکم. ترکیه کجا؟ ترک دشت مقان. با افتخار. Oh my god! آخه دشت مقان خداییش همه چیش خوبه، یعنی تو خاکش آدمم به کاری در میاد، گوشتاشو که نگم، اصلا همه چیش خوشمزه است، همه چیش. دختراشم خیلی خوبن. چه ربطی داره؟ از خودم تعریف کنم یا نه؟ نه اون نمی‌خوام. خب سوال بعدی. سوال بعدی چیا پرسیدم مامان؟ اون چیزا رو یه نپرس. سوال جذاب پرسیدن. چی پرسیدم؟ قد و وزنت. بطوشی برو باشه کونی. قدم 1 و تقریبا میشه گفت 70. وزنم هم که الان دیگه تو رژیمم شده 72. دارا جوجه کباب براه. خب رشته دانشگاهیتون چیه؟ رشته دانشگاهی من 3 تا دیپلم دارم، ولی فوق لیسانس رشته حقوق قضایی. 3 تا دیپلم؟ آره. دیپلم چی؟ دیپلم تجربی، دیپلم معماری، دیپلم چی بود همین آخریه؟ ریاضی؟ نه حقوق دیگه. لیسانس حقوقم دارم. نخبه چیزی هست؟ من سالها زحمت کشیدم، کار کردم و طبیعتاً الان هم نتیجه‌ای که دارین میبینین نتیجه زحمات. بعد تو همشونم خیلی شاگرد زرنگ بودم همیشه. فکر نکن. یعنی نقشه‌ای که میکشتم معماری بودم اون موقع که مثلا اون سالی که معماری میخوندم، نقشه‌های من جزء بهترینا میشد که میزدنش رو دیوار و بعد کلی بهم از این چیزا میدادن و تقدیر و تشکر و اینا میکردن. فکر نکنم. به خدا جدی میگم، ای کاش بودم بچه‌ها اینجا میومدن و میگفتن. حتی نشون به اون نشون که ما امتحان نهایی داشتیم، بعد تو این پلنی که بهمون داده بودن دوبلکس بود. دوبلکس بود. خب تنها کسی که متوجه اون 3 تا پله تو پلن شده بود من بودم که حتی از اداره آموزش پرورش و اینا اومدن سراغم. منو واسه شهرداری منطقه چیز میخواستن. به خدا اون زمان از آموزش پرورش میبرن سراغتون، الان هم از بگم کجا؟ بگین کجا؟ بگین بچه‌ها بدونن. سلام بر بسیجیان سلحشور. سلام بر ارتش نیرومند. یکی از سوالام اینه که ماشین چیه؟ میشه نگم؟ نه باید بگی. آخه هنوز ماشین مورد علاقه‌مو نخریدم. حالا شما این دفعه رو بگین تا ماشین مورد علاقه. تویوتا کرولا. چنده الان؟ 4 تومن فکر کنم. ماشین مورد علاقتون چی اون لنکروز دوست داره. لنکروز مشکی. می‌خواستم بگم چه رنگی. دوستان گلیزون کنید ما بخریم دیگه لنکروز رو. مرسی من. آره خیلی دوست دارم. سردار سلیمانی خوش به حالی که با آرزوت رسیدی. سابسکرایب کنید که لنکروز رو بگیریم. دنبال همتون اومدیم. آره میام همتونم با هم دیگه میریم کافه.
خب یه با لنگروز و- کافه نمیرن چه کجا این بریم؟ لباسونی چه میدونم. لباس گفتی کنم. متولد چه ماهی هستی چون زیاد سوال پرسیدم. به نظرتون کدوم ماه خوشگله، جذاب، شیطونه؟ به بهمن، نظرتون؟ You serious? بهمن. چون خودم بهمنیم. راستی بهمنی هم با افتخار. سردا جون با منیجرشون ست کرده بله. سال ماه تولدشون. بله اگر اصلا بهمن نبودی که قبولت نمی‌کردم. عشق منی. میارمش جلو دوربین. نمی‌دونم. میاد. سوال جذاب بعدی، اینا رو نمیشه ببینید. سایز پاتون رو میشه لطفا؟ بی شرف بی ناموس بی همه چیز. جدی پرسیدم. بله ببینم احتمالا یه کفش دیوری چیزی میخوان براتون. سایز پای من 38 و نیمه، ولی من همیشه 39 میگیرم چون دوست دارم پاهام یعنی اون به احساس فکر آینده است. نمیخوام بزرگ که شدن رشد بتونه کنه. بپوشه. نه میخوام که واقعا پام خیلی راحت باشه، یعنی تو کف آقا محمد فهمیدی 39 38 و نیم، ولی شما 39 بگیر. سایز پا رو من نمیدونم میخوای چی کار آخه؟ فکر نمی‌کردم همچین سوالی. چه عملایی کردین؟ عمل زیبایی دیگه. بله نه عمل ساله. شاید مثلا عمل چیز دیگه. عمل زیبایی که الان دیگه همه انجام میدن. فکر نکن. خب ولی نمیدونم یه سری‌ها چرا قائم میکنم. قائم چرا گفتم؟ خواستش قایم. یه سری‌ها واقعا نمیگن، نمیدونم چرا. ولی من میگم چرا نگم، چون عمل زیبایی با اینکه همه انجام میدن ولی همه قشنگ زیبا نمیشن. من نمیدونم، هر کدومش به من نشان بده اول. یعنی خیلی ها هستن که عملشون خوب نمیشه یا اصلا فرم بدنشون یه جوریه که عمل زیبایی هم میکنن اون زیبایی خاص رو نمیگیرن، یعنی ندارن. ولی خوشبختانه از اونجایی که من هر عمل زیبایی که کردم مورد تایید بوده و خوب بوده، یعنی دوست داشتم، دوستام مثلا بعد از من رفتن انجام دادن، دوست داشتم. خب من عمل لیپو انجام دادم، عمل پروتز سینه انجام دادم. اولین عملم عمل بینی بوده، از این شروع شد. همه چی از عمل بینی شروع چی میشه. واقعا دقت کردی؟ هر کی میخواد مثلا عمل زیبایی کنه اولین کاری که میکنه بینیشو عمل میکنه. خود خره، نه اینکه مثل خره. بعد دیگه همین تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. ولی خب اینم بگم تو صورتم، یعنی من به جز بینی هیچ عمل دیگه نکردم، یعنی ولی هر کاری کردم آبرسانی پوست بوده. لبم ژل داره، مثل همه که میگن نیم بالا نیم پایین من نیستم. من چند بالا چند پایین. دو بار هر کدومو یه سیسی زدم، ولی خب دو بار یه سیسی زدین؟ دو نه. سیسی در واقع؟ 2 سیسی در واقع. ولی خب میدونین دیگه، اونا که زدن میدونن که اولیه جذب میشه، بعدیه خوب میشه. بعد دیگه مثلا چی دیگه رو صورتم واقعا هیچ کاری نکردم، ولی یه عمل که نه، یه کار خیلی خفن قراره انجام بدم واسه پوستم. این وضعیت درست نیست آقا، این وضعیت زشته. سوال بعد، از کی بلاگری رو شروع کردین؟ بلاگری رو من خیلی سال پیش مدل بودم، یعنی کار مدلینگ انجام میدادم، خیلی هم موفق بودم. یعنی من از همون اولش که شروع کردم هم آفیش یعنی کار میکردم. بعد دیگه به خاطر یه سری چیزا و همینطور به خاطر یه شخصی من گذاشتمش کنار. بعد تا اینکه چه شخصی؟ حالا نمیشناسین. واقعا؟ بگین نشناسین، بگین آشناشین. واقعا آره نشد دیگه، به خاطر شرایطی که داشتم و اینا دیگه ادامه ندادم. بعد دیگه تقریبا 1 سال بود، 1 سال نه کمتر، که شروع کردم همینجوری از روزمرگی خودم یه پیج زدم، همینجوری میذاشتم و اینا. ولی هدفم خب بلاگر شدن بود،
ولی خب چطور بگم آخه دوستان چوس بلاگر بودن. ممکنه ما که میریم همه میان عکس میندازن که من اصلا ضرورت نداره من همه رو بشناسم. بلاگر کوچولو، بلاگر مردمی از کی شروع شدید؟ از کی؟ اینو دقیقاً از اوایل اسفند ماه بود دیگه. آره کیمیا. بله. یعنی چند ماه شروع کردین؟ 4 ماه. من عادتاً با دستم بگم. مثلا اسفندم حساب کنم دیگه. اسفند، فروردین، اردیبهشت، خرداد که دیگه اون اتفاق افتاد. 4 ماه نکردیم. آره 4 ماه. تو 4 ماه چند کا شدین؟ تقریبا 150. درآمد ماهیانتون چقدره؟ بابا بطوشی سوال خوبی. مانی اون صدقه ازش اون صدقه در آورد. دلار نبود دیگه. حالا من اینجا دلار نشون بدم. بله. بیارم. نه مامان. نه ما که دلار نداریم. نه راست میگی؟ عجب. حالا بخوایم جایی بریم و اینا تهیه میکنیم. درآمد ماهیانه که بستگی به همون ماهش داره دیگه. حالا چی باشه؟ چه ربطی داره؟ چقدر دش کنیم. آها منظورت از درآمد ماهیانه واسه همین 4 ماهه یا کلا؟ هر ماه چقدر در میاری؟ میشه اینو جواب ندم؟ نه جواب نمیدم. خب درآمد ماهیانه بستگی همون، واقعا اینو دارم جدی میگم، بستگی به همون ماهش داره. چون خب من سالن زیبایی دارم و چون سالن زیبایی رو چند ماه زدین؟ 1 سال نشده. خب ولی خب خدا رو شکر خوبه. خب درآمدش بالا پایینه دیگه، نمیشه گفت. ما تا چیز ما رفتیم تو گل متغیره. حالا اگه بچهای خوب بودین مینیمم ماکسیمم نمیشه بهمون بگیم. حدودی. نه اصلا. خب خرجتون چقدر؟ بابا بطوشی برو باشه کونی زیاد. آجا خیلی فضولینا سالش خیلی زیاد. اینو بعد از کسی پرسید که خرجم میکنه. بزن بنش کن اینو. اعصابم خورد شد. گوخوریش به تو نیومده. سم میگن هر کی خرجش بیشتر باشه ارزش بیشتره. اصلا واقعا دختر باید خرج داشته باشه. خداییست. دختره یه عبدالآبادی خاک تو سرت. من خودش الان من تا آینه خیلی زیباترم. چه دوربین این شکلیه؟ همه شخصیت هایی که من چی کار کنم؟ دوربین اینجوری خوابوندی. خب بابا یوتیوب انسانی اصلا اجازه نمیده من از فیلتر استفاده کنم. به خدا بچه شما دوست دارین یکی با فیلتر بیاد جلوتون؟ احساس خاصی ندارم خودم. به خدا همه ویدیوهای این اینستاگرام هم کلا با دوربین معمولیه. یعنی اصلا نداشتم هیچ وقت. بعد خیلی جالبه. ولی اینو حرفتو قبول دارم چون میرم بیرون همه میشناسن، میان یعنی میدونن که من اون شخصم. اگه فیلتر داشته باشم شاید مثلا چیز کنن دیگه، نشناسن، یعنی که شک کنن که من آیا اون هستم یا نیستم. درود بر شما. سوال اول این که شما سینگلی. سوال دوم اگه سینگلی ریل نمیخوای، اگه ریل میخوای معیاراتون چیه؟ بطوشی معیاراتون بگید. من معیارامو میگم. خب معیارا میتونه متفاوت باشه. یعنی من میتونم مثلا من خودم شخصا میتونم یه معیاری داشته باشم واسه رابطه، من کیمیا جون یه معیار دیگه ای داشته باشه. فراموش کردم. محمد یه معیاری. ولی خب من معیارم واقعا اینو واقعا بچه دارم از واقعی و از ته قلبم میگم. یعنی معیار من اینه که
اون آدمی که اون شخصی که باهات هست واقعی باشه. من بسیار 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 متنفرم از دروغ گفتن و از پنهانکاری. میاد یعنی اصلا خط قرمزمه. دوست دارم اون شخصی که باهاش هستی خیلی رو راست باشه، بعد هر اتفاقی که میفته، هر چیزی که هست، حتی اگه یه روز نخوادت، یعنی اونم بهت بگه. نخواد حالا فیلم باز کنه، یه کاری کنی تا خودت متوجه این موضوع بشی. بعد دیگه پول دیگه. چرا پول خیلی 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 زیاد باشه چرا؟ پول. صداقتتون. خب چی بگم الان؟ بعدش پول دیگه. بچه فهمیدین یه سری پول. بعدش پول. واقعا اول توجه، واقعا اینو خیلی دوست دارم. ارزشی که به طرف، یعنی ارزشی که به من میده طرف مقابلم، واقعا انگاری که مثلا کوه نور رو بهم داده. مثلا خیلی برام ارزشمنده. بعدش هم پول دیگه. چشم عباس آقا. میرسیم سراغ سوال جنجالی این هفته. چیه؟ شما شوهر دارین؟ شوهری بالشت پری. شوهر ندارم. ندارین؟ نه ندارم. شوهرتون کجاست؟ اتروشی میشه بگین؟ آره چرا که نه. خب بچه من چند ساله که جدا شدم و همچنان آرزوی موفقیت براشون داشتم. انشالله که هر جا هستن خوشبخت باشن و حالشون خوب باشه. برات آرزوی سلامتی میکنم. نمیخواید آرزوی بدبختی واسش بکنی؟ نه هیچ وقت. من حتی کسایی هم که بخوان اصلا منو دوست نداشته باشن و بخوان حالا یه کارایی بکنن زیرکی و واقعا واسه اونا میگم که خدا کنه، خدا به راه راست هدایتشون کنه. یعنی هیچ وقت بعدی رو واسه کسی نخواستم. در همش گفتم که خدای به خودت میسپارم. خدا به راه راست هدایتت کنه. البته بعد ایشون فکر نکنم راه راستی بتونی پیدا کنی، ولی خب ایشالله که خدا کمکت کنه عزیزم. بد کردی خودت رو بدبخت کردی. خب چند سالگی ازدواج کردید؟ اوه اینو خیلی ازم میپرسن، چون اصلا خیلی ها فکر میکنن این دوتا بچه طفل معصوم مال من نیستن. ببینید به کجا رسیدن، اسناد منتشر میکنن. شما خودتون شبیه طفل معصومین. واقعا فکر میکنن که مثلا به خاطر اینکه من یه ویوی بگیرم، حالا مثلا یه شو بکنم، این دوتا رو مثلا به این دوتا میگم که بچهای من هستن و من مادرشونم. دوتا رو قلاب ویدیو میکنی. ولی خب من 17 بین 17 و نیم سالگی مادر شدم. تا حالا پسرتون رو تنبیه کردین یا نه؟ پسر از ماما حساب میبره یا نه؟ آره تنبیه کردم. من خیلی رو تربیت بچه‌ها حساسم، خیلی، و همیشه اینو گفتم که اگه نیاز باشه من تنبیه میکنم، چون واقعا تربیتشون از خودشون واسه من عزیزتره. کتک هم میزنی؟ کتک نه، ولی شده نه نه خدایش کتک نه، ولی خب شده که مثلا رفتاری که باهاشون داشتم 100 برابر بدتر از کتک بوده که شاید آرزوی اینو داشتن که کتکشون بزنم. ولی تو شوخیام میزنم. من کسی رو که دوستش داشته باشم بشکونش میگیرم. بچه ها رد فلگ دسته بزن داره، بشکونه و بزن. بشکون یا اینکه گاز بگیرم خیلیه. یعنی ممنون از اینکه منو گاز میگیری. این کسایی که مثلا مانیا رو من خیلی این کارو میکنم. حتی کایلا رو بعضی وقت اینجوری یعنی فشار به خودم میارم و کایلا بچه در آینده با کایلا جون آشنا میشین. الان خوابه کایلا جون. ولی کلا من کسی رو که دوست داشته باشم، پارتنرم مثلا هر کی، کسی رو که از ته قلبم دوستش داشته باشم باید بشکونش بگیرم. خط چش بکشم. منو تا حالا نگرفتین؟ این دوستم نداره. این چرا گرفتمه. نگرفت. آخ کردی. بچه کیمیا خیلی باحاله.
بعضی وقتا مثلا چشمک میزنم به مانیا، میگم مانیا نگاه کن، مثلا کیمیا جون یه سوالی میپرسه، بعد من خیلی به صورت مثلا واقعی جواب میدم، میگم آره شرکت، بس سریع ریاکشن نشون میدیم که واقعا بالاخره میگن کمال همنشین در من اثر کرد. بیاین اینجا عشق منه، بیاین بشکنید بگیرم اینجا تو بشکن بگیرم. خب عشق منه واقعا، خیلی دوستش دارم، قربونتون خیلی برم. دوستش دارم. وکیلی خیلی دوستت دارم. الهی بمیرم برات. مامان دوم منن ایشون. عزیزم خدا مامانت حفظ کنه دخترم. خب یکی گفته که چرا انقدر مهربون و خوشقلبی میشه مامان منم باشی. وای اینو خیلی هاتون میگی، تو غلط کردی. یعنی خیلی ها میگن کیمیا جون، نمیدونم من واقعا خودم یعنی همینم، یعنی اصلا از این جلوی دوربینم برم اونور همینم، نمیدونم چرا این خصلت مهربونی رو همه برن میگن. دوستتون دارم، خودتون مهربونید. دوستتو دارم. اونایی که بهم توهین میکنن منم دوستتو دارم. یکی گفته که اگه بدونی یکی بچه این چه سوالی، اگه بدونی یکی هم سن و سال پسرت عاشق تو دوستت داره باش اوکی میشی؟ اصلا این چه حرفیه؟ اصلا دیگه البته من خب این پیاما رو زیاد جدی نمیگیرم چون بچه‌ام دیگه. به ازدواج مجدد فکر کردی یا میکنی؟ آف کورس که نه. نه چرا که نه؟ نه دارم ادای آف کورس ها رو در میارم. آف کورس که بله. آره اگه اون شخصی باشه که یعنی من میخوام، چرا که نه. واسه چی؟ به خاطر این که میخوایم رو پای خودمون وای. ازدواج اصلا کسایی که ازدواج میکنن میگن تازه کامل میشن. پرسیدن که قلقلکی؟ بچه من واقعا بعضی وقتا خیلی قلقلکیم. بچه قلقلکیه؟ نه خیلی وقتا اصلا نمیخوام، نمیتونم بخندم. قلقلکی آخه سوال چیه میپرسی؟ یه بار لایف گذاشته بودم. بله سبا جون قلقلکی هن الان شما مشکلاتت حل شد. اتفاقا خیلی سوال خوبی کرده. یه بار لایف گذاشته بودم بچه گیر داده بودن شماره پا چند، ای نکنه همونه، یعنی تو لایف گیر داده بود پاتو نشون بده شماره پا چنده پاتو نشون بده. بچه ها خوب فود فتیشینا. خب باشه برنده آرایشیتون منم اینا رو والا نمیدونم. ماما میشه یه لحظه بیام؟ الان میام ماما. برم یه لحظه اجازه میدین خانم منیجر؟ ببخشید بفرم. جانم ماما. بچه بیم من رسایلشو نشونتون بدم. توجه می‌کنی؟ تونر خانم نیرویی باز شود دیده شود. میگه من از هم اومدم یهو منو صدا نزنید. خب بریم ادامه سوالا. بریم. اینو دیدی واسه کیکوه چقدر خوشگله. ببینم واسه لب گفتی میزنی. بچه ها سوالی که داریم برنده لوازم آرایشی چی استفاده میکنی؟ کیکو بالم لب خانمای ادایی. یه کیکوه دیگه چیه مگه؟ ولی اینو خیلی دوستش داشتم. من امشب دوستش داشتم. و یه شاین کوچولو هم داره میزنید لبتون اینجوری یه ذره شاین داره. تی شد دیگه بریم. بله ما باید بریم بچه ها برای تبلیغ و خودتون بگین دیگه. من اینجا شدم بگو دیگه لطفا دارم خط لب میزنم. داریم میریم برای تبلیغ و خیلی دیر شده و هیچی دیگه اومدیم برای اینکه سرمون گرم شه با شما یه ویدیویی بگیریم و امیدوارم که
آمادشن. نه این سوال جوابایی آمادشیم. که آره داشتیم و اینا به دردشون بخوره. باز حالا هر سوال دیگه داشتید، البته من اینو اینجوری گذاشتی که من این وسط رو دارم نگاه میکنم، بعد اینجا رو نگاه کنم. اینجا آره نه هر سوال دیگه داشتید نپرسید لطفا، چون که دهنه ما بشه اینجا جواب داد و بسم الله. بپرسید واقعا من جواب میدم. چون دهنه ما اینجا سرویس میشه که تفکیک کنیم سوالاتونو کدوما رو میتونیم جواب بدیم، از خط قرمز رد کنیم. نپرسید دیگه همینا. سوال بسته دیگه. نه چرا نظر بدن که مثلا ویدیوی بعدی دوست دارن؟ آره ویدیوی بعدی دوست دارن که چه جوری باشه، کجا چه باشه، کجا باشه، با کی باشه، چی بپوشیم، چی بپوشیم بگید. خب دیگه خدافظی کنین ازشون. دوستتون دارم. دوستتون دارم عزیزم. از اول نوشابه که میخورید نوشابه پرمسی بخورید. بچه‌ها مرسی که هستین. کایلم اومد. مرسی که حمایتم میکنید، واقعا مرسی، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.